این دوره هم همینطور. ورودی های 1399 یکی از خانمان بزرگوار و ورودی های 1400 هم همینطور. من خطابم خانم های محترمه. همونطور که میدونید تاریخ بشریت سرشار و مشمول از موانع، نادیده انگاری ها، محدودیت ها برای بانوان در عرصه های مختلف، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و امثال هم بوده. امید داریم که انشالله با این شجاعت، جسارت و تعهدی که داریم برای رفع موانع، اصلاح قوانین، ترویج فرهنگ برابری و رفع هر گونه تبعیض قدم بردارید و از وکالت به عنوان یک رسالت، همانطور که رسالت هست، استفاده کنید. خب امروز فکر میکنم آخرین گروه از ورودی های 1400 و آخرین گروه بتوانیم نام گروه بذاریم برای اونها ورودی های 1199 است. هر دو این گروه ها فکر میکنم یکی از گروه ها به علت درگیری با بیماری یا ویروس کرونا و دومی به علت آیین‌نامه 1400 مسیر دشوار و مهنت‌زایی رو طی کردن. ما در این دوره شهادت میدم که اعضای کمیسیون کارآموزی، اعضای هیئت مدیره، هرچند مجری یک آیین‌نامه تنگ نظرانه و سختگیرانه بودن، تلاششون رو به کار بردن همدردی کنن، در کنار رنج‌ها، زحمت‌ها و مهنت‌های شما بایستن. از اینکه فکر می‌کنم آخرین تحریفی است که در خدمت عزیزان هستیم بسیار خوشحالم. برای یکایک عزیزان آرزوی توفیق و سلامتی دارم. شما رو به خدای